به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. سلام به آن دوست که او دوست خداست، هم پیرو و هم دوستدار محمد مصطفی است. دوستان عزیز، آغاز این صبح مبارک برای هر یک شمایان نیکو باشد و این زمان این نوا را از بلندی دهه با نام خوجی که زادگاه من است به نوار گرفته ایستادم. زمان این دهه خواجه گلپوش یا خواجه بادام نام داشته است. با گذشت زمان امروز شده است خوجی. مردم زیاد در اینجا سالهای زیاد کار و زندگانی کردند و زمان گفته بودم دهه من دهه تاریخی است. عمر چندین موی سفیدان دیده است. بعد از ادای نماز بامداد در مسجد ده به این بلندی برآمدم و خواستم طلوع آفتاب آغاز وطن برای من این دهه است، این نوا را برای دوستان پیشنهاد کنم و بگویم عزیزان دین، همه حال به یاد خدا باشید و توکل به او کارها انجام دهید. هیچگاه ناامید مشوید که ناامیدی یراق بزرگی شیطان علیه لعنت است که ما را به سوی کفر میبرد. از پی ابر سیاه خورشید رو خواهد نمود، از پی ناامیدی ها امید کند عرض وجود. باز گردد این دل من از تبسم های یار، از نسیم تازه و هم نکهت بوی بهار. باطنم دهد گواهی از برار و اوج کار، ای ابوالفضل شاد باش در زندگی نومید مشو. دوستان عزیز من، همیشه شاد و خرم و موفق باشید. خداوند یار و مددگارتان. با شما بودم ابوالفضل. والله خیرا حافظا.